دوستان عزیز، بیایید این روزها دعایی که از صحابه ها که در حق مشرکین قریش دعا کرده بودند آن را بسیار تکرار کنیم. خبیب ابن عدی رضی الله عنه وقتی به اسارت می افتند و مشرکین قریش ایشان را به قتل می رساند، پیش از آن که به قتل رسانیده شوند 2 رکعت نماز می خوانند و در حق ظالمان یک دعایی میکنند که حتی مشرکین قریش از شدتی و از ترس این دعا گوشهایشون رو سخت محکم میکنند. خبیب ابن عدی رضی الله عنه در حق آنها گفتند: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. گفتند پروردگارا همه آنها را یک تا به یک تا بشمار و الله تعالی هر یک آنها را پراکنده بکوش و پروردگارا یگان نفر از آن ظالمان و قتالان را باقی مگذار. الله تعالی را دعا کنیم که در حق صهیونیستان ظالم الله تعالی هر یک آنها را دانه به دانه و پراکندگی به قتل برساند و قلب ما و شما و برادران ما و شما را در اهل غزه الله تعالی تسکین بدهد.